سلام، آموزش گوشی تاباست. همینطور که می‌بینید استیل برق داره. ما براش فازانول آوردیم، همینطور ارد. هرچند اردش لازم نیست اما کار نظام مهندسیه، به خاطر همون ارد آوردیم. قهوه‌ای رو با قرمز و آبی رو با آبی وصل میکنیم. و خود گوشی یه سوکت داره، پنسیم و یه کابلی آوردیم 4 زوجه که ما قهوه‌ای رو به قهوه‌ای وصل کردیم، قهوه‌ای به قهوه‌ای که صدای داخل بیرونه، و قرمز رو با آبی که صدای بیرون به داخل، و نارنجی به قرمز که برای باز کردن دربه، و سبز و زرد و سفید رو به سبز وصل کردیم که انتقال تصویره. و همینا رو سیما رو که وصل کردیم پایین هم همین کارشو میکنیم برای پنل دم در به همین شیوه.